به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت دوستان. امروز میخوام تجربه خودم رو باتون در میون بذارم چطور میتونید ظرف 6 ماه، فقط 6 ماه کاملا انگلیسی رو یاد بگیرید و صحبت بکنید. اصلا جای تعجب نداره، چون من تجربه کردم و خیلی از دوستای من که باز اونا رو میشناسم تجربه کردن و بسیار آسونه و خیلی کار خیلی آسونیه، اصلا هیچ سختی نداره. خب اولین کاری که باید بکنید اینه که روحیتون پرفکت باشه، یعنی باید روحیتون خیلی بالا باشه. اون کشش رو داشته باشین که توی این 6 ماه بدونید دارین چی کار میکنید و همیشه تاپ باشه اون روحیتون و توی های لول باشین، یعنی بالاترین درجه باشین. خب باید بدونید خب چرا باید انگلیسی یاد بگیرید. خب انگلیسی یاد گرفتن ارتباط با تمام دنیاست، ترس نداشتن از کار با هر سیستمی مثل کامپیوتر، اندروید، سرعت و فهم بالا توی هر ارگانیزیشنی داخل اینترنت، چون ما داریم به جایی میریم که نسل ما همش با کامپیوتر کار میکنه، تحصیلات ما با کامپیوتر، تایپ ما توی دانشگاه با کامپیوتر و تمام اینا با کامپیوتر. پس نیاز داریم که سطح و لولمون رو ببریم بالا. خب اگر این زبان رو یاد بگیریم تموم میشه و دیگه فکر نکنم از لحاظ درسی شما بخواید جای مشکل پیدا میکنید توی دنیا، چون بیشتر همیشه یک زبان انگلیسی توی دانشگاه تدریس میشه برای اینکه شما با اون بخواید ادامه تحصیل بدید، حالا چه در داخل و چه در خارج. قدرت ارتباط با انجمن‌ها، گروه‌ها، بهره بردن از سایر کشورهای دنیا. خب یه سری چیزایی، قابلیت‌هایی توی کشور ما هست، یه چیزایی تو کشورهای دیگه هست. خب چقدر خوبه بتونیم از اونها استفاده بکنیم و به صورت رایگان اینا رو به معلومات خودمون اضافه کنیم و از اونها یاد بگیریم. خب این از لحاظ روحیه و اینکه حالا روش خودتون رو، باز شاید هر کسی روش خودش رو برای هدف خودش رو داره برای آموزش ادامه انگلیسی، ولی خب اینا کلیه. خب حالا چطور ظرف 6 ماه بدونیم انگلیسی صحبت بکنیم؟ خب من اینجا 5 تا نکته نوشتم، 5 تاشو سریع بهتون میگم. یکیش استفاده از روش پمزلر یا همون نصرتی که توی ایران بهش میگن نصرت. یک کسی به اسم آقای پمزلر توی دانشگاه آمریکا اینو کشف کرده. توی ایران یک استاد بزرگواری این رو به فارسی برگردونده و یه آموزش میده. شما میتونید از طریق اینترنت حالا خرید اون سیدیش استفاده بکنید و سریع ظرف 90 روز شما بتونید صحبت بکنید و کنورسیشن داشته باشید. خب توی این 90 روز میخواین چی کار کنید؟ خب توی این 90 روز خب شما باید سعی کنید فیلم های انگلیسی و آمریکایی با ترجمه نگاه کنید، همون ساب تایتل و آهنگ انگلیسی. ببینید آهنگ خیلی تاثیر داره، هم قشنگه، هم هنریه و هم این که شما وقتی میخونید مثلا یه آهنگ آینا میگه I wanna run like a speed of sound. خب شما وقتی اینو یاد میگیرید و میگیرید این سنتنسش رو میگیرید از اینترنت میگیرید و ترجمه میکنید و ببینید این چیه، خودتون علاقه پیدا میکنید و اتوماتیک این حفظ میشه که من بخوام بدوم مثل صدایی که در فضای باز میده I wanna run like a speed of sound. پس این یه نکته دیگه است. بعد از اینکه شما 90 روز نصرت یاد گرفتید و فیلم و آهنگ گوش کردید توی این مدت، شروع میکنید دیویدی هایی هست به اسم انگلیش تودی. تقریبا 24 تا دیویدیه که تا سطح بیزینس و ادوانس هم توش هست که شما وقتی اینا رو یاد بگیرید دیگه کلن فکر کنم دیگه شما توی آخرین های لول شما بالاترین حد یادگیری هستین دیگه. چیزایی هست دیگه، خیلی کلمات کوچه بازاری هست دیگه، شاید شما ندونید ولی کامل شما میتونید اطلاع داشته باشید. پس بعد از نصرت انگلیش تودی و بعد برای اینکه شما بتونید تمام این چیزهایی رو که یاد گرفتین توی این مدت با افرادی صحبت بکنید، یک میتونید برید به زبانکده و داخل گروه‌هایی به اسم فری دیسکشن شرکت کنید، یعنی گفتگوی آزاد. بعضی که مثلا لیسانس زبان دارن یا فوق لیسانس دارن یا مثلا تحصیلات خارجی دارن یا میخوان سفر بکنن، خب یاد میگیرن و نیاز دارن که اینو صحبت بکنن با افراد دیگه توی کشور.
شما میتونید اینا رو توی زبانکده ها یا توی دانشگاه ها یا توی جاهای دیگه پیدا کنید. خب اگر حالا یک فردی دسترسی نداره و خب فقط دسترسی به اینترنت داره، یک راهی هست باز خیلی از اینم خیلی قشنگتره، اینه که برنامه‌ای هست برای اندروید و آی او اس به اسم هلو تالک. هلو تالک، تالک یعنی صحبت کردن، هلو یعنی سلام، سلام صحبت کردن، هلو تالک. این برنامه رو دانلود میکنید و توی این برنامه شما با اون زبانی که دارید، مثلا فارسیه، به اون طرفی که میخواد، اون طرفی که توی مقابل شماست توی اینترنت برای شما ردیف میشه که این افراد میخوان فارسی یاد بگیرن و انگلیسی بلدن. خب شما میتونید از اینا انگلیسی یاد بگیرید و به اینا فارسی رو یاد بدید. یعنی یک تقابل دوگانه، یک فردی در کشور دیگه، شما با اینترنت با هم دیگه میتونید صحبت کنید، تلفن بزنید، تایپ کنید. در آن واحد که شما دارید صحبت هم میکنید با تلفن، میتونید تایپ هم بکنید و یه حالت کلاس میشه توی اون برنامه و خیلی قشنگه. من پیشنهاد میکنم همه دانلود بکنن و استفاده کنن. هیچ وقت خسته نشین و مطمئن باشین بعد از 6 ماه راحت میتونید صحبت بکنید و تمام کلمات انگلیسی رو متوجه بشید. فقط روحیتون بالا باشه، بدونید که منم این راه رفتم، دیگران هم رفتن و حداقل تاریخی که میتونید توی و بهترین راهی که میتونید انگلیسی یاد بگیرید همین بود که به شما گفتم. چون من خودم خیلی تغییر کردم و به غیر از انگلیسی زبون هلندی، زبون لاتین رو یاد گرفتم و بهترین راه همینه که الان برای انگلیسی به شما گفتم. منتظر ویدیوهای بیشتر از من باشید. ممنون میشم.